علیکم دوستان عزیز، اولا ما همه شما رو دوست می‌دارم. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست اندر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. ما خیلی شادم است که امروز شما روزکی جشن میگیرید و سببگار اینجا آمدن ما لیلا خانم هستم. من خیلی از این کس منتدار هستم که ما را با شما معرفی کردم و بعضی جاهای دیگر هستم. من دکتر طاهری در صحیفه‌های اینترنت دو نام دارم. دیگرش مولا ظهور طاهری، رئیس انجمن بین المللی نویسندگان و طبیبان. چنین انجمن اولین مرتبه در دنیا نام ثبت شدگی، چون که هر یک نویسنده ادیب با واسطه کتاب خود اثرهای خود و انسان دوا میبخشد. هر یک طبیب با واسطه خودش. و ما امروز در 9 مملکت جهان عضویت داریم و حال خانم تاج‌الدین هم علاقه عرضه نوشتن داخل میشن با خواهشمندها باشن داخل شوید. برنامه اساسی ما صلح در تمام جهان، سالمی در رازعمری، حفظ طبیعت، دوستی خلقها. باید در روی زمین جنگ نشد، باید جنگجوها نباشند. اینجا آتش گرمی هست. یک دوستی من یک شعر نوشته که از گرمی نام دست و دهان میسوزد، از گرمی عشق استخوان میسوزد. در آنجایی که عشق هست، محبت هست، دوستی هست، برادری، رفاقت هست، اون کشور آباد میشه. در آنجایی که چخلی که پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک هست، فکرهای بد، بخیل، حسودی، ناتوانمندی اونجا خرابزار میشن. همه چی از فکر انسان. سخن گاهی گزد مانند آرو، سخن گاهی بگیرد جای دارو. هر آن زخمی که از تیغ زبان است، دوایش هم سخنهای روان است. سخن گر نیک باشد بس دوایی است و درد دل دوای بی‌بهایی است. تخصصی یکم من کاردیولوژی هست. من 10 سال مدیر شعبه احیای مرکزی کاردیولوژی بودم و هر یک مریضی که می اومد قلبم درد میکنه دیگر چیز، اول من با سخن تبابت میکنم، بعد با دیگر درمانهای دیگر. و ابو علی ابن سینا گفته بود که از قعر گل سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز بند هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد برای بند اجل. خوش من نوشتم که 40 سال باز، البته این 10 سال پیش بود، 40 سال باز من در عمل با آدمان و هم اجل، اما نیافتم داروی درمان کند درد اجل. نه که من درد اجل یافتم. من آموزش میتیم هر یک انسان باید 100-150 سال عمر بیند. شخصا خودی من حاضر 75 سال دارم. 2 مرتبه در حالت مرگ کلینیکی بودم. بیماری های زیاد بود. من تجربه زیاد آموختم و روزی گذشته با رئیس دانشگاه گفتم که از ساختن بیمارخانه ها، از تجهیزات ها، تکنیک سلامتی مردم خوب نمیشه. مردم آموزاندن در کار، از بطل مادر، از مکتب، در دانشگاه اونها چیز یاد گیرن. برای همین اگر خواهید که آینده عمری دراز بینید، 100 سال عمر بینید، این آموزش هست. من به شما این درس های می آموزانم و امروز من در سطح جهانی تادارهایی که تا 2000 نفر هستند این درس های می آموزانم که یاد گیرن از پی سلامتی شما. پول پرابلم شما حل نمیکنه. من 100 میلیون دلار پول داشتم، هیپنوتیزم میکردم، تالارها 2000 آدم 5 دلار داده میدارم، 10,000 دلار دو سر میافتم. یکی وقتی که سرپول شدید زیاد خوراک میخورید، وقت نیست دیگه برای استراحت، تستر میمورید، یعنی میخوافتید. برای همین از بین بحر پولم بروندم، حاضر یک آسایشگاه ساختم. 15 سال است این آسایشگاه کار میکنه. داخلی کوها به واسطه آبهای روان چشم خودی طبیعت آدم تبابت میکنه. مثلا من امروز خسته هم نشدم، گرسنه هم نشدم، چون که در طبیعت بودم. اونجا که بردن آدم انرژی از کجا میگیره؟ از درخت، از آب، از آفتاب، از آدم میگیرد. حاضر مردم چین دستگاه ها ساختگی هستند، روزانه از آفتاب انرژی میگیرد، شب در میگیرد. انسان هم همین. انسان میتواند که عموما خوراک نخورد، کمتر خورد. هست گروه آدمان که اونها آفتاب خور میگن، سنسیت، اونها فقط آب مینوشن، برونده دستاشون میدانن، از آفتاب انرژی میگیرن. ما این چیزهای سفر نمیریم، میشینیم غذاهای زیاد میخوریم. سرچشمه تمام بیماری ها در این
خورش های ما هست. چند تا خوراک های آمیخته کردن ممکن نیست. وقتی که اولی سال من بودم در همدان و با اولین سینا موزه خوبتر شنا شدم، یک شهر را میبید که مردم زیاد کسل. بعد نگاه میکند که آنها چی با چیز آمیخته کرده میکنند. شب آمده می نویسد که گوجه فرنگی ما پمیدار میگیم، با بادرینگ یک جای کرده خوردن ممکن نیست. برای که آنها گاز جدا میکنند. گاز جدا شد، فشار بلند میشد، اشکال دام میکند. این هم علم هست. اگر ما شما آموزانیم، شما یاد گیرید، ترکیب خوراکتون رو تغییر دید، حتما 150 سال عمر ببینید. کی میخواهد 100 سال عمر بیند دست برده. کی میخواهد 100 سال عمر بیند. من برای چی این سوال دادم؟ از زیر شعور شما وابستگی هست. وقتی که مریض میبیاد، من گفت که بعد یک ماه میموری و خودش تیار میکند برای مردن. زیر شعوری و کار میکند. وقتی که شما میگید که من حال 100 سال اون میبینم، حجره ها کار میبرم. من اکادمیک روسیه هستم. روسیه 150 میلیون اهالی دارد. علمی طب خیلی پیشرفتگی هست. و اونجا اینستیتوت بختیروف هست. آدمایی که وقتی که خودش تلقین میکنند میفهمند و حتما دوام یک ماه دو ماه هفتیده میرن. آدمایی که میگن که من خوب میشم، تیز خوب میشم. من سرطان شناس نیستم، آنکولوگ. میگه کتاب نوشتم. رگ تبابت شونده است، سرطان تبابت شوند. بعدی که مردم کتابی من خوند، اکثر بیمارا شفا یافتند. چون تلقین کردن که این خوب میشد است. میگه بعد دکتری قبول کرده که میگه تو خوب نمیشه، سرطان تیزتر میخواستی. انا این است تلقین کردن، ترکیب سخن. و من باوری دارم که در آینده ما یک برنامه جور کردنی هستیم در شرطنامه. در آن شرطنامه ما ممکن یک 3 ماه 4 ماه یک بار بیام اینجا، هم مریضای قبول کنم، هم متد تشخیصی خودم هست، هم اصولهای عادی‌ترین شما آموزم که شما بیمار نشید. درازمری در دست خدا، در دست انسان، در دست طبیعت. آنچه که خدا خواهد تمام میشه. آنچه که ما خواهیم برعکس آن بعضا نمیشه. تمام شما من به تاجیکستان دعوت میکنم. مسافه از تهران 2 ساعت و 20 منوت پرواز، از مشهد 1 ساعت، از اینجا $100، اونجا $150 بلیت هواپیما. از فرودگاه تا جای آسایشگاه من $20 تاکسی میبرد. جای خواب، خوراک، استراحتان، شما که فارس زبان هستید، تاجیک زبان هستید، 10 روز جای خواب، خوراک $400. یعنی که آدمای خارجی میبینم بعضا از آلمان، از دیگر ما $800 میگیرم. زبان در دهان پاسبان سر است. زبان دانی، جهان دانی. اگر شما که اومدید حتما ما حرفای فارسی خواندن نمیتوانیم، چون که ما با زبانی کریلی نه که وقتی که صحبت میکنیم یک دیگر میفهمیم. من دیروز در نمایشگاه کتاب یکی از شاعران شما برآمد کردم، من راه گم کردم، یک خانم تاجیک پرسیدم تاکسی به شلون برد آورد، من پولشم نگرفته از پول تاکسی ها. ما هم خلق مهمان نواز هستیم. یگان کس آن دنیا با یگان چه همراه خودش نمیبرد. من نویسندگی که ای بیخبران خبر ندارید شما، لوج آمده و لوج روانید کجا. این مال و ملک و زر به کی میماند، آخر بروید نزد خدا با یک دوام. همه آدم میرد آن طرف. سر قبر فردوسی خیام اونجا بودم. من البته این شعر پیشتر نوشتم که آرام گذر ای ره گذر، بر این مکان بار نگر. ما میرویم نزد خدا، آرامگاه است جای ما. هزاران آدمان مردند و رفتند، هزاران دیگر خوردند و رفتند، هزاران دیگر نخورده بردند، دیگرها از حسد مردند و رفتند. حسد نخورید، غم نخورید. امروز بعضی رفیقا ما کمبغل مفعول شما برعکس سخن کردید کمبغل میشید. نیتی نست، فکری نست، کار شما پیش میبرد. من هر روز میگم که من میلیاردر جهان. من $100 میلیون پول داشتم، نه که حاضر پول ندارم. نه که هر جا که رفتم من احترام میکنن، راهپیمایی میکنن، کمک میکنن، من حرکت کرده گشته ایستادم. پول پرابلم سلامتی حل نمیکنه. پول برعکس
بسیار وقت آدم ها چی میگیرد؟ بیماری به وجود میگیرد. شما از بانک پول میگیرید وقتش دوران نمیتونید فشار بالا میشد، عصب، اینسولت سختی، دل سختی، مغنی، همین پرابلم ها هم. حافظ میگوید که همین دم را غنیمت دان، فلک شور نانگیزد. همین دم غنیمت است. آدم و آدم زنده است. ای آدمان زنده باد دوستی بین خلقهای تاجیکستان و ایران.